سلام، امروز با من همراه باشید. یک عکاسی مدلینگ داریم. بعد این کافه که اومدیم نزدیک تجریشه، به خاطر همین بعد از عکاسی میریم بازار تجریش هم با هم دیگه میگردیم. ممنون که همراهید. بچه‌ها عکاسیمون تموم شد، با هم دیگه داریم میریم به سمت بازار. ممنون میشم که اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و ساب کنید. خب رسیدیم به بازار رنگارنگ تجریش. یعنی اینجا هر میوه‌ای که دلت بخواد و تو بازار نباشه اینجا حتما میتونی پیدا کنی. چقدر رنگ و رنگ و خوشگلن. اینا رو نگاه، کاهو کوچولو گردالی با مزه است. بوی ترشی و شور و کلا بوی مغازه‌های شمال رو میده. عجب گیلاسیه، دگدانه گیلاسه. چه گیلاسی، دگدانه چه گیلاسی. شاید اگر الان شاتوت و گردو تازه، فندق، اینا همه نوبره. گوجه فکر کنم این لوبیا چشم بلبلی باشه. بادمجونای رنگ و رنگ. از اون گوجه قرمز اینجا نارنجیش هم داره. زیتوناش خیلی خوش رنگ و لعابه. اینجا گلدون گیاه که نمیشه، سبزی های مختلف رو دارن. یعنی مثلا گلدون ریحون دارن، نعنا دارن دیگه، کاهو فرانسوی. خیلی بامزه است تو خونت داشته باشی این گلدون. بچه ها اینم از بازار رنگ و رنگ تجریش. من عکاسیمو کردم، یک کوچولو هم بازارگردی کردم، یکم خرید کردم. حالا دیگه وقتش که برم خونه. واقعا هوا گرمه. پیشنهاد میکنم که بعد از ظهر بیایید تجریش. خدافظ.